برای حدود 230 تن از کارمندان ادارات مختلف اماراتی و برخی از شهروندان یک دوره آموزشی 5 هفته‌ای دروس ترافیکی در ریاست زراعت، آبیاری و مالداری غزنی برگزار گردیده بود. مسئولان میگویند برگزاری چنین برنامه‌های نقش مهم در کاهش ازدحام ترافیکی، جلوگیری از حوادث سرک و ایجاد نظم بهتر در رفت آمد وسایط نقلیه دارد. به گفته آنان، آگاهی شهروندان از اصول ترافیکی میتواند بخش بزرگ از مشکلات ترافیکی در شهر را حل کند. هدف مو جنیدا و در څو پورې اما په هوای مو خلکو ته ورکو بازار کې ازدحام او ترافیکي حادثې د ټولو مخنیوي ورسره وسی، نو په دې خاطر مو دغه برنامه ورته ایجاد کړې و. غزنی ولایت چې دا هغه یو ستراتیژیک ولایت او د کابل او هرات او کندهار په مسیر پروت ده. موږ تاسو سره وخاورو چې په اکثره ځایونو کې ترافیکي پیښې شوي، نو دا یو ډیر مهم رول لري او ډیر اړین و ځکه موږ دغه ترتیب برابر. در همین حال شماری از افراد فارغ شده نیز میگویند که آموزش‌های ارائه شده برای آنان بسیار مفید بوده و تاکید میکنند که تطبیق قوانین ترافیکی از سوی همه شهروندان میتواند در کاهش ازدحام و تأمین مسئولیت عامه مؤثر واقع شود. خواندن دروس ترافیکی و آگاهانه رانندگی کردن مسئولیت‌های شهروندی ماست و همچنان هدف اصلی برای خواندن دروس ترافیکی و آگاهانه رانندگی کردن، هدف اصلی این است که ازدحام ترافیکی کم شود و حوادث ترافیکی کمتر شود در سطح غزنی و همچنان در سطح افغانستان. بسیار یک امر ضروری و یک سند ضروری می باشد که باید هر شهروند، هر درایوری که میخواد رانندگی کنه و در جامعه مثلا تاکسیوانی کنه یا بار انتقال بده، بسیار مؤثر تمام میشه. به گفته مسئولان ترافیکی غزنی، در جریان سال جاری برای تعداد 7000 تن در مرکز و ولسوالی‌های این ولایت جواز رانندگی توزیع کردند که این امر در جلوگیری از حادثات ترافیکی و نظم شهری رول مهم خواهد داشت.